قسم دوم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. پس برادران عزیز و مهربان، باز گوش می اندازیم که این برادر ما و شما باز چی دلیل می آورد یا چی سخن می گوید. خب دلیل های چهارم، نوشتن و آویزان کردن تعویض در گلو از تابعین ثابت است. تابعین کسانی هستند که صحابگان پیغمبر خدا را دیدند. کان مجاهد یکتب للناس التعویض فیعلق علیهم. حضرت مجاهد برای مردم تعویض می نویست و آن را بر آنها می آویخت. مجاهد شاگرد خاص ابن عباس است، یعنی شاگرد پیشقدم عبدالله ابن عباس است که 30 مرتبه تفسیر قرآن را به پیش ابن عباس خوانده است. میدان الاعتدال جلد 3 صفحه 430. بله، جزاکم الله خیرا برادرم، بارک الله فیکم. بله ماشاءالله، بهترین خود شما ذکر کردید که مجاهد شاگردی ابن عباس است. پس زمانی که مجاهد شاگردی عبدالله ابن عباس باشد، پس در اینجا قولی بهتر و قولی خوبتر کدام قول می باشد؟ قول مجاهد می باشد یا قول ابن عباس؟ قول مجاهد افضل است یا قول عبدالله ابن عباس؟ البته قول عبدالله ابن عباس که استاد مجاهد می باشد. این طور باشد پس خودی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه تمارا چی از قرآن و چی غیر قرآن باشد جایزش نمیداند. تماره که از قرآن و غیر قرآن را عبدالله ابن مسعود جایزش نمیداند. پس در این چی میگوی برادرم؟ پس باید ما گپی کدامش بگیریم؟ گپی شاگرد بگیریم یا گپی استاد که جایزش نمیداند؟ الله سبحانه و تعالی حفظتون کند برادرم. متوجه باشید و قولها را پیدا بکنید. خود استاد ناجایز میداند، شاگرد جایزش میداند. پس ما به قول استادش عمل میکنیم و قول شاگرد چه ترک میکنیم. البته اگر مجاهد تمہارا هم مینویست، معلوم است که اون از قرآن مینویست، نه به مثل امروز رمز و رقم و نمیدانم شکلها و دیگر نمی نویست، از قرآن می نویست. گفتیم که در این باب اختلاف از بعضی اجازتش میتونه، اما افضل ناکردن است، افضل به همین چنگ نزدن است. این را چند بار تکرارم کردیم پیشتر. الله جزای خیرتون بده برادرم، بارک الله فیکم. انشاءالله گوشت می اندازیم باز چی میگویی؟ عن حسن عن جعفر عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يكتب القرآن في أيديهم ثم يعلقه. حضرت جعفر صادق از پدرش نقل میکند که اینکه شخص آیات قرآن رو بر پوست مینویست و سپس آن رو بیاورد هیچ اشکالی ندارد. و عن ابن سیرین انه كان لا يرى بأسا بشيء من القرآن. از ابن سیرین بود که ابن سیرین معتقد بود که نوشتن چیزی از قرآن اشکال ندارد. حدثنا ایوب انه رأى في عضد عبیدالله ابن عبدالله ابن عمر. ایوب بیان داشته است که وی دید که بر بازوی عبیدالله فرزند عبدالله پسر عمر نخی بسته شده است. عن شعبه عن ابي عثمان قال سألت سعيد بن مسيب عن تعويذ قال لا بأس اذا كان في الايدي. ابو عثمان از سعید ابن مسیب در مورد تعویض پرسید، فرمود اگر در پوست باشد اشکال ندارد. سعید ابن مسیب تابعین است. عبیدالله ابن پسر عبدالله ابن بیره حضرت عمر تابعین است، یا همش تابعین ها شاگردان صحابگانند. و ان ضحاک لم یکن یرا بأسا ان یعلق الرجال شیء من کتاب الله اذا وضع عند الغسل و عند الغائط. از ضحاک روایت است که اشکال ندارد که
اشخاص چیزی از کتاب الله را بیاویزد، زمان هنگام غسل و قضای حاجت آن را بگذارد. مصنف ابن ابی شیبه باب من رخص فی تعلیق تعاویز. این کس دلیلای بودن برای تمار. برادر عزیز، بله برادرم، جزاکم الله خیرا، الله سبحانه و تعالی حفظتون کند. ماشاءالله بهترین که شما قول تابعین خیلی آوردید و قولها خیلی ذکر کردید، اما من برای شما از استاد این قولهایی که شما آوردید، من استادهای اینها را و بزرگان اینها را قولش برای شما پیشکش میکنم. اولا شروع میکنم از خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که رسول الله چی میگه. یکم دلیل از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت میکند. برادرم متوجه باش، حدیث بخاری و مسلم است. حدیث بخاری 3005 و مسلم 2115 حدیث می باشد. میگوید که ان ابی بشیر انصاری رضی الله عنه انه کان مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی بعض اسفاره. میگه ابی بشیر انصاری رضی الله عنه همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بعض سفرهاش یک جا بود. سفرهایی که رسول الله میکرد با رسول الله میگه یک جا بود. فارسل رسولا، پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک رسول را به یک جا فرستاند، یک پیغام رسان، یک پیشوای را میگه به یک جا فرستاند که آن کسی که فرستاده شد زید ابن حارثه رضی الله عنه بود. زید ابن حارثه را میگه فرستاد، براش گفت چی گفت؟ برای زید ابن حارثه گفت وقتی که به اونجا رفتی تو بدانین را که الا یبقین فی رقبت بعیر قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که ای زید ابن حارثه وقتی که به اونجا رفتی لا یبقین فی رقبت بعیر، باقی نماند در گردن کدام چاروای کدام گوسفند و مال قلادتون چیز آویزان کرده شده، یکون چیزی که آویزان کرده میشه یکون چیز آویزان کردگی نباشد، من وترین از به مثل بند و رشته و مثل امروزه بگیم تمار و هر آن چیزی که آویزان میکنن برای چشم گرفتن، گفت اونها باقی نماند او قلادتون الا قطعت، مگر اینکه او را گفت ای زید ابن حارثه قطعش بکن، ببرو بپرتاش، نگذار، نه در گردن یگان حیوانات و انسانیت یگان چیز کدام چیز آویزان کرده نباشد، یگان چیز آویزان نباشد او را قطع کرده پرتا. این هست برادر عزیز قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، فرمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای زید ابن حارثه که آنها را قطع بکن. پس این دلیل است که جایز نیست تمار که انسان در گردنش آویزان بکند یا انسان تمار را بکند و در گردن گاو و مال و گوسفند و دیگرش آویزان بکند. این جایز و درست نمی باشد. یکم دلیل. دلیل دوم همچنین باز از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. چطوره که شما یگان دلیل از رسول الله نیاوردید برای جایز بودنش، مگر اینکه رسول الله گفت اون را برای پیش از خواب بخوانید، شما گرفتید قولی آثار یا عملی عبدالله ابن عمرو را آوردید. شما از خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یگان دلیل آورده نتوانستید. پس گوش بکنید که ابن مسعود رضی الله عنه چی میگوید. ابن مسعود میگوید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان الرقى والتمائم والتولة شرک، که این حدیث را ابو داود و ابن ماجه و احمد و طبرانی در کبیر ذکرش میکند و همچنین در اوسط هم ذکرش کردگی است و بیهقی همچنین این را ذکر کردگی است. پس برادر عزیز مهربانم ببین که ابن مسعود رضی الله عنه میگوید که شنیدم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که این الرقا، هر آینه تبابت کردن با چیزهای شرکی، و تمائم و تمار و تولت شرکن، و توله یعنی که گرم و خنکی بین زن و شوهر کردن، اینها همه شرک می باشد، حرام می باشد، جایز نمی باشد. این از قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اگر که شما ادعا بکنید، دعوا بکنید که رسول الله در اینجا رقا
رقیه را گفته است تو اما شرک را ذکر نکرده است. در حدیث دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شرک را ذکر کرده است که رسول الله میگوید شما برای من رقیاتون را پیشکش بکنید، اگر که شرک نباشد شما استفاده اش برید. از این حساب اگر رقیه خوانی، رقیه کردن، تبابت کردن از قسم شرکیات نباشد جایز است، اما تمائم کلش ناجایز است، چه قرآن و چه غیر قرآن جایز نیست. و تیولت شرکون، و تیوله گفتیم گرم و خنکی کردن بین زن و شوهر همچنین شرک می باشد، جایز نیست. این هست قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلیل دومی ما. باز دلیل سوم ما همچنین از خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، نه از صحابگان و نه از تابعین و تبع تابعین، بلکه از خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. از عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت است که میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من علق تمیمه فقد اشرک، که این حدیث رو میتونید در صحیح جامع با رقم 6394 پیداش بکنید. عقبه ابن عامر رضی الله عنه میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود، در اینجا قول رسول الله هست، میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که من علق تمیمه فقط اشرک، هر انسان آویزان بکند در گردنش تمیمه را، یعنی تمار را، در حقیقت اون انسان شرک آوردگی است. رسول الله نگفت که مردها آویزان بکنند، رسول الله نگفت که کلانها آویزان بکنند، بلکه رسول الله گفت که من علق، کسی که نباشد کلان و میده و خورد، هر انسانی که اگر تمار را در گردنش آویزان بکند فقط اشرک، در حقیقت اون انسان در شرک افتیدگی است. پس ببین برادرم، این دلیل سوم است که از خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و دلیل چهارم باز برادر عزیزم همچنین از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. قول رسول الله است که ابن مسعود رضی الله عنه میگوید قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهى عن الرقى والتمائم والتوله. میتونید در کتاب صحیح جامع با شماره 6880 این حدیث را پیدا بکنید. ابن مسعود رضی الله عنه میگوید که هر آینه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نهی کردند، رسول الله منع کردند از رقیه‌ای که شرک دارد، از رقیه‌ای که دارای شرک است از اون رسول الله منع کردند. و تمائم و از تمام نمودی تمارها رسول الله منع کردند. و تیوله و همچنین از گرمه و خنکی بین مرد و زن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردند. این همچنین دلیل چهارم برای منع تمار هست از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که منعش کردگی است. این حدیث را ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکند. باز برادرم دلیل پنجم که انشاءالله از خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای شما میاریم، پس به آخر میرسانیم این دلایل از رسول الله را میگذاریم به قسم اصحاب و تابعین. برادرم 10 نفری که نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده بودند برای بیعت کردن و نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند، پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با 9 تا اونها بیعت کرد و ترک شخصون، 1 تا اونها قطعی بیعت نکرد. و عندما تم السؤال عن رسول عن السبب، وقتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سبب را پرسان شدند که رسول الله به خاطر چی با این دهمینش بیعت نمیکنی؟ قال ان علیه التمیمه فقطعها ثم بايعه وقال من علق التمیمه فقد اشرک. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه گفت که زیرا اینکه گفت این در گردنش تمیمه دارد، تمار دارد، از این حساب من با این بیعت نمیکنم. فقطعها ثم بايعه، اول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آن تمار را کند، پرتافت، قطعش کرد، کنده پرتافتش و بعد از اون بیعت کرد. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که من علق التمیمه فقط اشرک، هر انسانی که آویزان بکند تمار را در گردنش در حقیقت اون شرک آوردگی است. پس ببین برادر عزیز مهربانم، این 5 دلیل از خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پس میگذاریم به دلایلی که از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند.
دلیل یکم از علمای بزرگ و از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، از سعید بن جبیر رضی الله عنه روایت است که میگوید من قطع تمیمه من انسان کان کعدل رقبه. میگوید که هر انسان، سعید بن جبیر میگوید هر انسانی که قطع بکند و از بین ببرد یک تومار را از گردن یک انسان، گویا که او انسان یک آدم را آزاد کردگی است، یک بنده را، یک چوری را، یک خادم را آزاد کردگی است. هر انسانی که یک تومار را از بین ببرد. این سخن سعید بن جبیر است. به خاطر چی؟ به خاطر که انسان وقتی که تومار را میبندد، او انسان نزدیک میشود به چی؟ به جهنم، به شرک و نزدیک می شود به غضب الله سبحانه و تعالی. پس سعید بن جبیر میگوید هر انسانی که وقتی که اون را از بین میبرد، او انسان را از شرک آزاد میکند، او انسان را از غضب خدا آزاد میکند، او انسان را به رحمت خدا نزدیک میکند. از این حساب هر انسانی که یک تومار را از بین میبرد، او انسان یک آدم را آزاد کردگی است، یک خادم را آزاد کردگی است. این سخن را میتونید در مصنف ابی شیبه کتاب طب بابی فی تعلیق تمائم و رقا پیدا بکنید. و دلیل دوم همچنین میتونیم ما برای شما از مصنف ابی شیبه کتاب طب بابی فی تعلیق تمائم و رقا و رقم حدیث 23933 حدیث را میتوانید ببینید که از هشیم میگوید که قال اخبرنا مغیره عن ابراهیم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن و غیر القرآن. و از این هشیم میگوید که خبر من داد مغیره از ابراهیم، میگه گفت که كانوا يكرهون التمائم كلها، بودند مکروه میدانستند همه تومار را ناجایز میدانستند، من القرآن و غیر القرآن، چی اون تومار از قرآن باشد و چی غیر قرآن ناجایزشان میدانستند. ابراهیم معلوم است به همه ما و شما که ابراهیم کی است؟ ابراهیم بن یزید نخعی یکی از استاد امام ابو حنیفه رحمه الله است. استاد حماد ابن سلیمان است. حماد ابن سلیمان استاد ابو حنیفه صاحب مذهب ما و شماست. یعنی که استادهای صاحب مذهب ما و شما ناجایز میدانند تومار را، چی از قرآن باشد و چی از غیر قرآن. چطوره که ابراهیم ابن یزید نخعی استاد امام ابو حنیفه هست و علقمه ابن قیس استاد ابراهیم نخعی هست و عبدالله ابن مسعود استاد علقمه ابن قیس است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استاد عبدالله ابن مسعود است. ببینید برادران عزیز مهربان، از خود امام ابو حنیفه رحمه الله شروع کرده با حماد استادش، ابراهیم استادش و علقمه استاد اینها، عبدالله ابن مسعود استاد اینها و استاد همه اینها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این بند و این سند تا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میرسد که تومار چی از قرآن و چی غیر قرآن را ناجایز میدانستند. میتوانید که مصنف ابی شیبه حدیث 23293 را نظر بیاندازید، این قول را پیدا خواهید کرد. این است دلیل دوم. و دلیل سوم همچنین میتوانید که نظر بیاندازید به کتاب ابن ابی شیبه در مصنفش در تحت رقم 23924 حدیث چنین میفرماید که حدثنا وکیع قال حدثنا اعمش عن ابراهیم عن ابی عبیده قال، میگوید که وکیع گفت که از اعمش و از ابراهیم نخعی از ابی عبیده میگه گفت که دخل عبدالله علی امراته و هی مریضه، عبدالله به نزد همسرش داخل شد که همسرش بیمار بود. فاذا فی عنقها خیط معلق، پس دید که در گردن همسرش یک رشته آویزان کرده شده است. فقال ما هذا، پس میگه عبدالله پرسان شد که این چی هست؟ فقالت، پس میگه همسرش گفت که شیء رقی لی فیه من الحمى، میگه گفت که این چیزی هست که در این برای من رقیه خوانده شده است یا به مثل تومار کرده شده است.
از بیماری، از برای رفع بیماری برای من خوانده شده است. فقطعه و قال، عبدالله میگه زود گرفت اون را قطعش کرد، کند پرتافتش و گفت ان آل ابراهیم اغنیاء عن الشرکی، گفت هر آینه آل ابراهیم بیزار هستند، احتیاج ندارند به شرک. و این حدیث اسنادش صحیح می باشد. گفت آل ابراهیم به شرک احتیاج ندارد، آل ابراهیم از شرک بیزار است. پس ببینید برادران عزیز مهربان، این هم دلالت به این میکند که جایز نیست که ما تمار بگیریم یا هرچی در رشته بکنیم و در گردنمان آویزان کنیم و ببندیم. این سیوم دلیل است که برای منع و ناجایز بودن. و باز همچنین دلیل چهارم ما باز از همون کتاب ابن ابی شیبه هست که میگوید که در تحت رقم 23934 میگوید حدثنا حشیم قال اخبرنا یونس عن الحسن انه كان يكره ذلك. حشیم میگوید گفت که خبر من داد یونس از حسن رضی الله عنه که انه كان يكره ذلك، حسن این را مکروه میدانست، یعنی که ناجایزش میدانست حسن رضی الله عنه. تماره که چی از قرآن و از غیر قرآن باشد مکروهش میدانست. پس باز این دلیل چهارم ماست که جایز نیست تمار کردن، چی از قرآن باشد و چی از غیر قرآن. و دلیل پنجم همچنین باز در همون کتاب ابن ابی شیبه در مصنفش ذکر میکند، در تحت رقم 23935 میگوید حدثنا حشیم عن مغیرة قال قلت لإبراهیم اعلق في عضدي هذه الآية يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم من حمى كانت بي فكره ذلك. حشیم میگوید از مغیره که گفت برای ابراهیم اعلق فی عضدی هذه آیه، گفت من آویزان میکنم همین آیت را یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، گفت همین را من آویزان میکنم برای چی؟ من حمى كانت بی، از بیماری که برای من بود. فکره ذلك، میگه ابراهیم ایرا گفت مکروه است. ببین که آیت قرآن بود اما ابراهیم گفت که این چی است؟ مکروه است، یعنی کره ذلك، این خوش ندید، جایزش ندانست. پس این هم همچنین دلیل چهارم ماست که از قرآن هم باشد جایز نیست. میتونید که حدیث 23935 در کتاب ابن ابی شیبه در مصنفش این حدیث رو پیدا کنید خود شما برادران عزیز و مهربان. و باز دلیل پنجم ما همچنین باز در کتاب ابن ابی شیبه هست، در مصنفش ذکر میکند که در تحت رقم 23942 حدیث میگوید حدثنا وکیع عن ابن عون عن ابراهیم انه كان يكره المعاذة للصبيان ويقول انهم يدخلون به الخلاء. مصنف ابن ابی شیبه در تحت رقم 23942 میگوید که حدثنا وکیع از ابن عون و از ابراهیم روایت است که میگوید انه کان یکره المعاذة للصبیان، هر آینه ابراهیم مکروه میدانست، خوب نمیدانست تمار را برای کودکا که کودکا تمار بکنند و میگفت که انهم یدخلون به الخلاء، به خاطر آنکه با این تمار آنها داخل حاجتخانه میشوند. به این خاطر ابراهیم میگفت که برای کودک هم جایز نیست، چی طوری که پیشتر در اول ذکر کردیم از حدیث عبدالله ابن عمر برای فرزندان خردسالش میکرد، اما ابراهیم میگوید باید برای فرزندان خردسال هم نکنیم که اونها با این داخل حاجتخانه میشود، به قدری و به اهمیتی در قرآن عظیم شان میشود. از این حساب میگه جایز نیست که کودکان هم حتی ما تمار بکنیم. پس این است 5 قولی از صحابه و تابعین برای شما برادران عزیز مهربان، 5 دلیل از خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و 5 دلیل از صحابه و تابعین و تبع تابعین برای شما برادران عزیز مهربان ذکر کردیم. پس این هست قولی که در نزد علمای کرام راجح و در نزد علما مقبول و قول دلیل و سندش موافق به خواست شریعت این می باشد. پس هر انسانی که می خواهد به طبق خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زندگی بکند، پس این
قولها را با دندانهای کرسیش بقپد، البته را با یک مقصد و مرام، با یک عقیده سالم درسته انشاءالله و نزد الله سبحانه و تعالی می رود و الله سبحانه و تعالی یکایک ما و شما را پیروان قرآن و سنت بگرداند. و باز در آخر بار دیگر تکرار میکنم برای شما شنوندگان محترم که در باب تماری که از قرآن باشد اختلاف است. بعضی علما جایزش میدانند و بعضی ها ناجایزش میدانند، اما قول ناجایز بودن دلیلش قوی تر است و قول ناجایز بودن سنداش قوی است و از این حساب ما میتوانیم که با این عمل بکنیم. حتی از خود امام ابو حنیفه رحمه الله استادان و استادهاش تا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چطوری که پیشتر برای شما بیان کردیم که همه اینها صاحب مذهب ما و شما تمار را ناجایز میدانست. از 4 مذهبی که از اهل سنت و الجماعت هست به مثل مذهب حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی، از همه اینها در دیده سخت‌ترین در تمار مذهب ما و شما مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله با استادهایش که تمار اگر از قرآن و غیر قرآن باشد جایزش نمیدونند. پس برادران عزیز مهربان، این است دلایل و این است قولها. و در آخر میخواهم این بحث را و این صحبت ها را و این جستجو را یک خلاصه‌ای بکنم به سمع شما برسانم که انه لا یصح عن الصحابه اباحه المطلقه، هر آینه از کدام از صحابه مباح مطلق یعنی جایز بودن، مطلقا جایز بودن روایت شدگی نیست، روایت صحیح ما نداریم. و انما کراهه شدیده مرویه عن ابن مسعود، و هر آینه مکروهی کراهیت شدید روایت شدگی هست از ابن مسعود رضی الله عنه که میتونید شما در حرب کرمانی در مسائلش از احمد میگوید جلد 2 صفحه 818 میگوید قلت لاحمد، برای احمد گفتم که فتعلیق التعاوض فیه القرآن او غیره، آویزان کردنی تماری که در آن قرآن یا غیر قرآن باشد چی میگویید در این باب؟ گفت که کان ابن مسعود یکره کراهیتا شدیدتا جدا، گفت ابن مسعود رضی الله عنه این مکروه خیلی سخت مکروه کراهیت شدید و جدا کراهیتش میدانست. و ذکر احمد عن عایشه و غیرها انهم سهلوا فی ذلك ولم یشدد فیه احمد، و میگوید که و ذکر کرده است احمد از عایشه و غیر از عایشه رضی الله عنه که آنها آسانگیری کردند در این مسئله، کمی آسانگیری کردگی هستند و سختگیری نکرده است همچنین امام احمد ابن حنبل رضی الله عنه. و در آخر گفتنی هستم که میگوید والاباحه تكون بعد نزول البلاء بشروطها المرویه عن عایشه رضی الله عنها، یعنی که تمار از قرآن مباح می شود و جایز می باشد بعدی که بسر انسان بلا بیاید، بعدی که بسر انسان یک مصیبت وزمینی بیاید، بعد براش جایز است که تمار بگیرد به شروط مرویت عن عایشه رضی الله عنها، آن شرطایی را که حضرت عایشه مادرمان ذکر کرده است که یعنی بعد از بلا بسر انسان بیاید بعد تمار بگیرد براش جایز است. اما پیش از بلا آمدن گرفتن یگان صحابه و یگان تابعین و کسی اجازتش نمیدهد و جایزش نمیداند. پس برادران عزیز مهربان، این هست خلاصه صحبت و این هست دلایلی که برای شما برادران و شنوندگان با یاردم الله سبحانه و تعالی الحمدلله که رسانیدیم. و باز گوش میاندازیم که این برادر ما و شما باز چی سخن یا چی دلیل برای ما و شما پیشکش میکند. محمود نه برای شخصیت خطابه رو خداداده قبول ندارند. بله، جزاکم الله خیرا برادرم. الله سبحانه و تعالی یک ما و شما را حفظ بکند و زبانهامان از سخن بد و از سخن ناجا حفظ و نگه بدارد، زیرا که الله سبحانه و تعالی ما و شما را این زبان را داده است و برای ما و شما عقل داده است که تا اینکه ما و شما این زبان را در کنترل خود و در تحت قرآن و سنت این زبانهای خود را حفظ بکنیم. اولا برات گفتنی هستم برادر عزیزم که شما برای اون برادر محمود خطاب کردید که این برای خودت می باشد. نه برادرم، این برای محمود نمی باشد، این برای تمام امت اسلام و برای تمام مسلمان ها می باشد. وقتی که ما مسائل را بیان می کنیم باید برای همه بیان بکنیم.
چی برادر محمود باشد و چی دیگر یا چی شما و چی من و چی هر کسی که باشد، باید مسائل باید برای همه عموم باشد، نه خاص برای یک کس. این حرام است، موافق شریعت جایز نیست که ما یک مسئله را برای یک کس براریم بگوییم و برای دیگرها پنهان بکنیم. یکم. و دویم که شما گفتید اونها قبول نمیکنن، برادرم این سهو شماست، این خطای شماست. زیرا اینکه ما قبول میکنیم به شرطی که اگر سند شما صحیح و درست باشد، اگر که قول شما صحیح و درست باشد، اگر شما برای ما دلیل آشکار و روشن از خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیارید، ما با جان و دل قبول میکنیم. و شما کدام قول صحیح بیارید برای ما با جان و دل قبول میکنیم. متاسفانه شما غیر از قول اصحاب در مقابل حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یا از قول تابعین در مقابل حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دیگر قول آورده نتوانستید. اون قولی که حدیث یکمی که از مسند امام احمد بن حنبل ذکر کردید، اون حدیث را ما قبول داریم. آنجایی که از رسول الله است اون را قبول داریم که بله ما باید پیش از خواب اون را بخوانیم. رسول الله گفت بخوانند، با زبان خواندن است، نه نوشته در ورق آویزان کردن. اون آویزان کردنش قول عبدالله ابن عمرو است و این فعل اون می باشد، نه فعل رسول الله. و رسول الله را دیده اقرار نکرده است که ما با اون عمل بکنیم، فعل اون می باشد برادرم. این از حساب عقل سالم نیست که ما یک انسان را بگیم او قدی تو نمیدانست، میدانست، از من زیادتر میدانست، اما کرده است. عملش برای من دلیل شده نمیتواند، زیرا اینکه الله سبحانه و تعالی ما و شما را امر میکند به پیروی شدن و پیروی کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. الله سبحانه و تعالی میگوید آن چیزی را که پیامبر برای شما داد شما اون را بگیرید و آن چیزی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم شما را نهی کرد از اون دور بیستید. رسول الله در حدیث‌های صحیح با زبان فصیح و آشکار و روشن میگوید من شما را منع میکنم از تمار، من شما را منع میکنم که تمار شرک است، تمار شما را از خدا دور میکند. شما قولی کسی دیگر را میارد میگوید که با این قول جایز و درست، این دلیل ماست. من برای شما 5 دلیل از خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آوردم، شما برای من از خود رسول الله برای جایز بودنش یک دلیل بیارید برادرم، یک دلیل بیارید که خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این را جایز دانسته باشد. برادرم حتی از عبدالله ابن عکیم رضی الله عنه مرفوعا روایت بشود میگوید که من تعلق شیئا وکل الیه. رسول الله میگوید هر انسانی که اگر آویزان کند یک چیز را در گردنش، پس اون انسان به همون چیز آویزان کرده شده سپاریده می شود. پس ببین برادر عزیزم که این حدیث این قول را امام ترمذی و نسائی و احمد روایتش میکنند. هر انسان یک چیز را در گردنش آویزان بکند، الله سبحانه و تعالی اون انسان را به همون چیز آویزان کردگیش می سپارد. پس ما این قول را چی طور قبول بکنیم؟ نمی شود که ما خود را به الله بسپاریم، نه به تمار و نه به رشته و نه به چیز دیگر، بلکه به الله سبحانه و تعالی بسپاریم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تعلق شیئا عموم ذکر کرد، چه هر چیزی که باشد، چی قرآن باشد و چی حدیث باشد و چی بند رشته و هر چیزی که باشد، وقتی که آویزان که میکند پس او به همون سپاریده میشود. پس این است برادر عزیز مهربانم جوابی برادرانی که میگوی اونها قبول نمیکنند. شما برای من 5 تا حدیث نه، یک حدیث صحیح از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با جان و دل قبول دارم. من برای شما 5 حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و 5 قول از بزرگان اسلام برای شما ذکر کردم و همچنین قول صاحب مذهب برای شما ذکر کردم برادرم. و در آخر که شما گفتید که اونها قبول نمیکنند بدبختا، برادرم من برای شما گفتنی هستم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید در حدیث صحیح که المسلم من سلم المسلمون من لسان و یده. مسلمان حقیقی و مسلمان کامل الایمان همان انسان است که دیگر مسلمان ها را از آزار زبانش و از آزار دستش نگه بدارد. این را میگویند مسلمان حقیقی. پس خود شما خودتان را ببرید در پله ترازوی این گفته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که آیا شما زبانتان را حفظ کردید و مسلمان ها را و گروه طایفه‌ای که طایفه بزرگ سلف صالح را همچون با نام بدبخت ذکر میکنید،
آیا مطابق و برابر شده میتواند با این حدیث؟ رسول الله میگوید که مسلمان حقیقی همان است که دیگر مسلمان ها از آزار زبان اون بدبخت نمیگوید، مسلمان ها را گمراه نمیگوید، قبول نمیکند نمیگوید، بلکه دلیل پیشکش میکند، بلکه برای اونها دعای نیک میکند، بلکه برای اونها دلایل بزرگان را پیشکش میکند. رسول الله گفتند شما زبانهاتان حفظ بکنید. پس برادر عزیز مهربانم، من برای شما گفتنی هستم که جان برادر زبانت را حفظ بکن و آن علمی که تو داری اون علمت را کوشش بکن در راه صرف کنی که در روز قیامت به منفعت خودت باشد. زیرا اینکه خود شما میدانید که بسیار کسانی هستند دانشمند بودند و اهل فهم بودند، متاسفانه در آخر از این دنیا با حسرت ها رفتند، از این دنیا با بدبختی ها رفتند. کوشش کنید و دعا کنید تا زمانی که جان دارید و همچنین ما و هر یک شنونده باید دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی خدایا ما را از حق دور مگردان، خدایا هر جایی که حق است ما را با حق نزدیک بکن، خدایا هر جایی که حق است ما را با حق برسان. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. پروردگارا ما را حق را حق نشان بده و پیرو بودنش را و پیروی کردنش را برای ما نصیب بگردان و پروردگارا باطل را برای ما باطل نشان بده و دوری جستن را برای ما نصیب بگردان. آمین یا رب العالمین. زبن برکن عزیزی من، مسلمانی به فکر دین، بیا یک دم به هم سازم، اساسی فرقه سازی ها. زبن برکن عزیزی من، مسلمانی به فکر دین، بیا یک دم به هم سازم.